حدیث نمبر 14. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من غشنا فلیس منا. کسی که همراه ما فریبکاری بکنه، این از جمله ما نیست. رواه مسلم. این حدیث امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح مسلم روایت کرده. اطفال عزیز، از این حدیث شریف ما چی درس میگیریم؟ ما درس میگیریم که انسان مسلمان هیچ وقت کسی فریبکاری نمیکنه. مثلا در مکتب نقل نمیکنه، همراه کسی که مثلا سودا میفروشه در سودا فروشی فریبکاری نمیکنه، در هیچ کار زندگی فریبکاری نمیکنه. و اگر کسی فریبکاری کرد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم ای از امت من نیست. یعنی صفت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. صفت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم این نیست که او به کسی فریبکاری بکنه. یعنی همیشه صادق و راستکار می باشه.